سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری خوب هستید؟ سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ حسن زاده هستم از ایران. آقای حسن زاده بفرمایید. بیننده گرامی، ما کلیپ پخش کردیم در مورد خمس، اگر در این مورد نظری دارید میشنویم. آقای انصاری من با این کلیپ کاری ندارم، من شیعه بودم میخوام سنی بشم، میخوام از شما راهنمایی بگیرم. این برنامه شما رو من دیدم، یه 10 روزی دارم نگاهش میکنم. بله. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم. بله، چه چیز سبب شد که شما میخواید که مذهب شیعه رو ترک بکنید؟ چه بدی دیدید در مذهب شیعه؟ آقای انصاری ما الان 25 سالمه، تا 25 سالگی ما جاهل بودیم، یعنی هر چی قبل ما دیده بودیم اینا رو این کارا رو می‌کردیم، میگفتیم پدر ما، پدر بزرگ ما این کارو کرده، ما هم این کارو می‌کنیم. من الان 10 روز برنامه شما رو می‌بینم، از وقتی برنامه شما رو دیدم اصلا زندگیم فرق شده. الحمدلله، الحمدلله. برادر عزیز گرامی، من بارها در این برنامه اینو اعلان کردم که این اسما مهم نیست. مهم این است که شما پیرو قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همون سنت اهل بیت و اصحاب کرام هست پیروی بکنید از اینها. قرآن بخونید، قرآن با ترجمه فارسی، و سعی بکنید معانی آیات رو بفهمید و از ترجمه‌ای که به اصطلاح این آخوندا یک سری تفاسیر و حواشی بهش اضافه کردن، تفاسیر من درآوردی بهش اضافه کردن، از اونا پرهیز بکنید. سعی کنید ترجمه قرآن رو بخونید. قرآن کریم یعنی این کرامت رو داره که انسانها رو به راه راست هدایت میکنه. ممنونم آقای انصاری، دستتون در نکنه. خدا خدا نگهدار شما. تشکر از شما برادر عزیز.